فایده های حج. به نام الله بخشنده مهربان، درود و سلام به پیامبرمان محمد صلی الله علیه و آله و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم، امروز موضوعمان درباره فایده های حج، زیرا که این ماها مردم مسلمان در تمام گوشه و کنار عالم باشد یا خواستند مردم شریف تاجیکستان آمادگی برای رفتن حج میبینند و نفرانی هم که به طرف خانه خدا سفر میکنند آنها هم به دو گروه تقسیم میشوند. نفرانی هستند که به خاطر آن به خانه خدا میروند که آنها را حاجی گویند و میروند و پس فریضه را انجام میدهند و برمیگردند، اما آداب و اخلاق و رفتارشان هیچ تغییر نمی‌یابد، زیرا آنها نیتشان برای آن است که مردم به آنها حاجی گویند، اما این عنوان را هم مردم برایشان می‌دهند. اما نفران دیگری هستند که سالهای دراز از مبلغ‌های خودشان جمع آوری می‌کنند و خاص به خاطر الله به زیارت خانه خدا می‌روند. وقتی که اینا به فریضه الهی را که انجام میدهند و به اتمام میرسانند، وقتی برگشتند واقعا یک شخص دیگری برمیگردند که آداب و رفتار و اخلاق و معاملهشان تماما دیگر می شود. یعنی این یک از دلالت های آن است که میگویند بزرگان که عبادت از آن معلوم می شود که عبادت شخص قبول شده است یا نه، وابسته به اسلوب و اخلاق و رفتار آن است. وقتی که رفتارش واقعا که تغییر یافت، از این فهمیده می شود که حج و انشالله که قبول شدگی است. و دیگر اینکه ما چند عبادت ها داریم، عبادت های روزانه داریم و عبادت های هفته‌ای داریم و عبادت های ماهانه و عبادت های سالانه. یعنی که عبادت های روزانه اینه که در یک روز ما 5 وقت نماز میگذاریم، ماهانه اینه که یک جای به تمام مسلمانان عالم ماه رمضان روزه میداریم. اما عبادت مالی و بدنش این است که ما در این موسم حج به زیارت خانه خدا می رویم. یعنی که در این زیارت تمام مردم مسلمان از تمام گوشه و کنار عالم جمع می شوند و اگر از حاجی هایی که حتی 10 سال پیش هم به حج رفته باشند، از آنها روز پرسان شو که از سفر حجت قصه کن. واقعا چنان قصه های زیبای برایت میکند که انسان از شنیدن این حلاوت میبرد، زیرا انسان به ایمان وقتی که الله سبحانه و تعالی برای او فرصت میدهد و این مبلغ حج را دسترس میکند، حتما به زیارت خانه خدا میرود، زیرا اجر اینم در حدیث صحیح آمده است که انسانی که حج به خاطر الله میرود و این ادای فریضه را به اتمام میرساند و مکافات اون چی است؟ جنت است. زیرا همه هدف و مقصد و مرام ما بنده های مسلمان این است که الله سبحانه و تعالی ما را وارد جنت بگرداند. اما انسان هایی که می روند و این عمل را خالص به خاطر الله میکنند، امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی چگونه که وعده کرده از گناهانشان را مغفرت میکند و این انسان ها را ان شاء الله بعد از گذشتنشان وارد جنت میگرداند. به این خاطر و نفرانی که دیروز هم سوال کردن که من چندین سالها مبلغ حج جمع آوری کردم، اما برایم گفتن که اگر این مبلغ را با کم بضاعت ها اگر بدهی، حاجت نیازمند را برآورده کنی، حج تو قبول می شود. واقعا این یک نوع صدقه هست و ثواب و اجر در این میگیری، اما هیچ وقت فریضه الهی از گردن تو ساقط نمی شود. و این خاطر برادران و خواهران و بزرگواران که نیت سفر به خانه الله داره، نیتانتان خالص به خاطر الله کنه تا اینکه الله سبحانه و تعالی این عبادت مالی و عبادت بدنی شما را بپذیرد و گناهانتان را مغفرت بگرداند و هر مراد و مقصودی که داره حاجتاتان برآورده خیر بگرداند. باقی در امان الله مهربان باشه.